تکبر یه آثاری داره در فرد که این آثار به صورت روانشناسی در قرآن خیلی صریح بیان میشه. یروا کل آیة لا یؤمنوا بها، هر آیه رو ببینن ایمان نمیارن بهش. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه. اینا راه درست بشنون نمیپذیرن، راه غلط بشنون میپذیرن. یعنی شما علامت استکبار اینه، یه حرف غلط بهش بزن میگه ببین نگفتم، ببین اینم دلیلش. آقا اصلا تو از ما دلیل نخواستی، یه خبر شایعه درست کن بگو من تو خیابون اومده بودم یه پلیس داشت میزد میکوبید، همین الکی بگو، شیشه ماشین رو داشت خورد میکرد. نمیگه که چرا کجا دیدی، بعید پلیس تو ایران این کارا رو نمیکنه، شاید یه خطایی انجام داده، شاید بچه‌ای تو اونجا بوده، اصلا ذهنش مثبت نمیره. همینجوری شما بگو میگه اینه دیگه، همین جنایت‌ها رو میکنن، شروع میکنن به قبول کردن. بعد بهش بگو که آمار دادن پلیس مثلا در سال اینقدر شهید میده برای حفظ امنیت مردم. نه بابا این همش آمار سازیه. یعنی شما آمار دقیق بدی میزنه زیرش، مثلا یک حرف غلط بزنی تو هوا میپذیره. دقت فرمودید؟ تو هوا از مثلا دشمنان ما حرف بشنوه میپذیره، رو زمین حرف نشونش میدی واقعیتش هم بهش نشون میدی نمیپذیره. اینا آیه قرآن، اینا روحیات روانشناسی کافران در قرآن کریم دیده میشه.